مختلفین زهیروکن که هر زهیروکی یک خاصی وحدی وانند خاصکار و آجاها که میرداد شاه میرزایی بلوچ جنگ تها جنگ بیت و دا گوڑا کمال خان اشرف دورای زهیروک چسته کن پچه که اشرف دورای زهیروک سکیم بجنیگین زهیروکی شیا درد سوز سک مانه و که انسانی که زیمولا مارید یعنی موسیقی ها احساس کند و را آساحتا منی خیالا گریتی اشرف دورای زهیروک سکی پر بجنی زهیروکی او با جنگی شیران گشتر این زهیروک جور بوده شهمی زهیروکان هنرمندان یا آرتیستان یا گوشنده ها طرز جوره کنن جیا نو خاصکار استادین شاعری چو که کمال خان هوت که آیه طرز سکوشند و هنچو پهلوان میر غلام قادر ملازعی که خدا رحمتی کن طرزانی بادشاه بوده و هنچو پهلوان میر مولا موسی ملازعی که پهلوان میر غلام قادر پیس بوده آیه هم اوتی مرتوته و به همین خاطر هم منی نوکی آلبوم بزن آهو صحرایی که گلخان نصیر شیرند من آهو صحرایی شیرا بزن گلخان نصیر شیرا گون پهلوان مولا موسی طرز جته جیا جیا وجه آهو صحرایی آلبومه که شی همی چون ماه پیشا دیم درایی بوده 1 نوامبر 2008 ایشی دیم درایی بوده هم دا استکهلم سویدن و ایشی من تیکی کرده پا بلوچستان و هنچو پا منی ماسا نمیرانه جیا من ایش را تیکی پا بلوچستان تیوی یارته منامیتند که شما ایش را مهربانی وجه شوی منتوار ये वजह ठीक है चे वजह सईद बोरानज़ई पा बलूचिस्तान टीवी माँ हम ज़रूर आऊ सारा ये शहरान पा शुमा शेंग कनें व बले वजह शुमा गपाई थे जी हाँ نو گفشین که اگه یکی شیروندی شاهری یعنی بزن بلوچی سنتی زیمول الهان کن چو که کمال خان چو که مرحوم غلام قادر و هنچو منوتی جند هم ورین فیلدانی تها من هنو سک فعال اکتیوام من شیروند وانام شیروند که پارسی بشنتی موسیقی سنتی یا traditional music که منی خیالا فولک میوزیک گون traditional کم که پرکه کن فولک میوزیک همایی که پهک مردمانی زانند نازینک فولک میوزیک هشان بچه که بلوچستان جنین مردین نازین کانا زانند بچه سالوکی و بانوری شیرند بله traditional music چون جنگی شیران حماسی شیران سرمچاری شیران چون دودا بالا چی بیرگیری شیر چون دادشاهی شیر چون هانی شمریدی شیر حمل جیندی شیر بازین دیگه شهر هستن که بحرش بلوچستان چاگردند و حقیقتی این که سه بودند و گوستگند مردانی سرا محلوک مردمان سرا و شاهران گوتی رنگ و کالبا گوتی رنگ و دروشما گوتی کچ و کساسا شانا شهر کردگند و من هم گوتی گامگیج گوتی رنگ و دروشم گوتی تام گلخان نصیر شیرانا تا جایی که منی وسواکند من ایشانا وانان الهان کنم و شانا من پیشکش کنم تقدیم کنم به اوتی عظیمین بلوچ ملت مهربانی وجه هچو کشوا گوشت بلوچ زبان بلوچ شعر و شاعری غنی و مزنین زبان و شاعری آئی تو کنشوا گوشت چون طرز شما نام گفت که بعضی محلو که این طرزان نامه زانت نه یعنی اشکوت گیا باریا
شرن که ایشان داکیومنتر نوشته دولا ببند کسی که لوٹید بروچ زبان غنایا آئی توانمندی بزن گوڑا گندید که ای چیز هستند فخر کند انشالله که ای کار بی تو نوشته شکل هم درک آید. یک چیزی همان بیوش میکنن که پارسیانی زهیرو 5-6 گشتر نهند گوشندش دستگاه همایون، دستگاه شوش، دستگاه شور، دستگاه اصفهان، دستگاه بیات ترک، همه 4-5 دستگاه هم. دستگاه به بلوچی گوشن زهیروک، هندی گوشن راگا، عربی گوشن مقام. بلوچی دستگاه هم 15-20 و پارسیانی 4-5 گشتر نه. و هنگتا میزی ملا گوشند موسیقی محلی و تیانا گوشند اصیل. نوما سرپد نبام که آوانی چونی اصیلی که 4-5 زهیروکش گشتر نی و میان که 15-20 بلوچی زهیروکن که گو هیچ کامی زهیروکا زیمولا همساهگین سیادی و همگرینچی نکند میان گوشن موسیقی محلی. وجه که شما گپ باشین گپی یه زوره گپن که زورا کن تو وطا چه درستاش غنیترو توانمندترین یک قوم و فرهنگ زمان. او منو پیل کنید یک ایرانی واجکاری محمد تقی مسعودیه شاه زمانه یحتقید بلوچستان کتابی نوشته کتابی نام موسیقی بلوچستان. شانی بلوچی ترزانی زورتر نوت کرده وقتی که نوتس به قول انگلیزا معیارت داته ده سویدیش وایل نیست جتگان گوشه یک لنگی په هند رو یکی په خراسان رو شی پیش داری که گجر هجبر نوت نوشته نکن تهنگت هم پارسیانی زیمول تا نوت تردیشن و رسم و رواج نیه گنده که شجریان پورا همی وڑا که کمال خان چه وڑا شهروان سنتی وڑا دیوانی بزمی بکل هماتی گجرن جندا همی وڑا شجریان شهرام ناظری همی وڑا واند نو محمد تقی مسعودی یحت بلوچستان و زورت لحتی شهران بلوچی نوتی کرتگند که مقصد چی بوده که بلوچی طرز خراب جنگ ببند و منی اعتراض ایشی این که هیچ بلوچ روشن فکر روشن خیالی که ما بلوچستان نشته هیچ گجرین کسی که وطار محقق زند وطار ریسرچ کنو که زند ما بلوچی زیمولا ای اجازت آیه مدهند که بلوچی زیمولا بیدنگا بکند بلوچی زیمولا سنگا سبک بکند و نوشتگش که زهیروک و لیکو همی یکی حسابین چون نه لیکو سرحد دار رسمی لیکو جهلاده بوده که بامریانی هندمگین رسمی بوپور رسمی بله لیکو مکران رسمه و زهیروک رسمی و هده بشن کسی کند زهیروک و زهیروک گو لیکو زمین تا آسمان پرک کن نو ادانه که تا یک محققی پرتو پول کنو کی ریسرچ کنو کی بلوچی مبید هیچ بر یک اجنبی کامی محقق میزی مولا نه سرپد بوده که نه احساس کرده که و بطر گو کست گو کینک می موسیقی ها هنگه بدنامه که و آی سنگه هم صبح که